بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دیگه ای از کلاس مسیحیت شناسی متوسطه رو شروع میکنیم با یاد و نام خدا. امروز فکر میکنم این بحث تثلیث و الوهیت مسیح رو من ببندم، تموم بکنم. البته چیزایی که گفته شد تقریبا بیشتر مواردیه که در نقد ادله تثلیثیون وجود داره. یک سری مسائل دیگه هم هست که به هر حال مسیحی‌ها آروم آروم میرن پیدا میکنن و دلایلی میارن. یه عده میگفت که بیش از 300 تا دلیل در عهد عتیق هست که مسیح خداست. جالبه، میگفت بیش از 300 تا دلیل در عهد عتیق هست که میگه مسیح خداست و از این 300 تا دلیل حتی یکیشون هم نتونستن پیدا کنن که حتی اسم مسیح اونجا اومده. گفته عیسی مسیح یا عیسی. یک بار اسم عیسی نیومده، اما میگن 300 تا دلیل برای اثبات الوهیت مسیح در عهد عتیق. حتی یک دلیل هم از عهد جدید نمیتونن بیارن که به طور قطعی بگه عیسی مسیح خداست. ولی خب دنیای شگفتی هاست دیگه. یکی از شگفتی های دنیا همین اعتقادات مسیحیت هست که واقعا شگفت انگیزه. اونایی که وارد عمق الهیات مسیحی میشن میبینن که چقدر انسان میتونه در توهم زندگی کنه و ایمان پیدا بکنه، به اوهام ایمان پیدا بکنه. کتاب رو بخونه برعکس بفهمه. کتاب میگه مسیح بنده خداست، بعد این بگه نه خیر، مسیح خود خداست. بعد الهیدانان مسیحی اسلام رو نقد میکنن و میگن در اسلام انسان عبد خداست. خب در حالی که خود مسیحی‌ها ادعا میکنن که مسیح بنده خدا بود طبق اون چیزی که در عهد عتیق پیشگویی شده. این است بنده من که از او خوشنودم. این رو از عهد عتیق میارن نویسندگان عهد جدید، میگن نگاه کن این در مورد مسیحه. بعد وقتی ما میگیم مسیح بنده خدا بود به ما اعتراض میکنن، میگن این بینش اسلامیه. در مسیحیت انسان عبد خدا نیست، انسان فرزند خداست، انسان مقام بسیار بالاتری داره. خلاصه یه مشکلی داریم واقعا در مباحث منطقی با این دوستان مسیحی. خدا هدایتشون کنه و راه حقیقت رو ببینن و بعد از اینکه دیدن انتخاب بکنن. جسارت و اون شجاعت انتخاب راه درست خودش سخت‌تر از حتی دیدن راه درست هست. به هر حال امروز یک نکته دیگه رو میخوام در مورد همین ادله مسیحیون، برهان‌های تثلیثیون در مورد اعتقاد به الوهیت مسیح بگم و اون یک دکترینیه که صدها سال بعد خلق شد. جاهایی در کتاب مقدس داریم که مسیح از عاقبت، از آخرت، از رستاخیز یا از ظهور مجدد خودشون خبر ندارن. حالا بستگی به تفسیر داره، تعبیر داره. مسیح میگه که نه من و نه فرشتگان، هیچ کس نمیدونه اون ساعت کی میاد به جز خود خدا. خب این برای مسیحی‌ها مشکل ساز بود دیگه. صدها سال مسیحی‌ها، اونایی که میگفتن مسیح خداست، البته نه صدها سال، شاید مثلا 150 سال، 200 سال، اینا میگفتن که خب مسیح اگر خداست اینو چیکار کنیم ما؟ مسیح چرا نمیدونسته؟ بعد چرا روح القدس نمیدونسته؟ از این حرفا. یا مثلا جایی که مسیح میاد از درخت انجیر میوه بخوره، گشنش شده بوده، چون برگ داشته درخت، فکر میکرده انجیر هم داره، رفته دیده که نه انجیر نداره، درخت رو نفرین کرده و خشکش کرده.
کلی مطلب داره این که اولا چرا نمیدونسته اون درخت انجیر نداره و خود متی می نویسه که چون فصل میوه نبوده. یعنی اصلا یک باغبان ساده، یک کودک روستایی ساده میدونه که آقا الان فصل میوه نیست، چرا داری میری به طرف درختی که اصلا فصل میوه دهی نیست؟ خب مسیحی‌ها مشکل داشتن که ما اینا رو چیکار کنیم؟ چطور میتونیم بگیم مسیح خداست در حالی که حتی به اندازه یک بچه روستایی هم نمیدونسته؟ اومدن در شاید اواسط قرن چهارم یک بحثی رو باز کردن. بعضی از پدران کلیسا گفتن که اصلا میدونید مسیح 2 ذات داشت، یک شخص بود اما 2 ذات داشت، 2 طبیعت داشت. یکی طبیعت انسانی بود که نقص داشت، ناقص بود، علم کامل نداشت، ضعف داشت، گرسنه میشد، انسان بود به هر حال، انسانی مثل من و شما، انسان کامل، نه کامل از لحاظ علمی و روحی و اینا، نه، منظور انسانی درست مثل من و شما با نواقص و نقائص. و ذات دوم یا طبیعت دومش خدا بود، الوهی بود، مسیح خدا، همان پسر خدا، همان پسر یگانه خدا، فرزند یگانه خدا که خدا اون رو فرستاد برای نجات بشریت، برای اینکه فدیه بشه و نجات بده انسان رو از گناه. به این گفتن هایپوستاتیک یونیون یا اتحاد هیپوستاتیک. بعد خب اومدن این رو به هر حال پس و پیش کردن، توضیح دادن، پدران کلیسا با هم درگیر شدن سر این موضوع. خلاصه بیکار بودن بنده خداها، هی با هم دیگه یکی یه خوابی میدید، صبح یه چیزی میگفت و پدران دیگه بهش حمله میکردن. خلاصه یکی میبرد یکی میباخت، جنگ بر سر شهرت قدرت بود در اصل. و اینکه توجیه کنن دروغ‌هاشون رو، توجیه کنن اعتقادات انحرافیشون رو. هی اعتقاد انحرافی اضافه میشد تا یک اعتقاد انحرافی رو توجیه بکنه. توی شورای قسطنطنیه یا کنستانتینوپل که میدونی سال 381 میلادی این شورا برگزار شد، همین شورا بود که گفتن روح القدس هم خداست. 350 سال بعد از مسیح تازه گفتن بیاید تکلیف روح القدس هم روشن کنیم، گفتن اونم خداست. شورای قسطنطنیه. همون شورا رأی داد، با الهام از روح القدس رأی داد که این نظریه هایپوستاتیک یونیون، یعنی مسیح 2 ذات داره یک شخصه، یک نظریه کفرآمیزه، شرک، کفر، رد کرد. شورای کنستانتین اینو رد کرد سال 381 میلادی. اما یه 70 سالی گذشت از این قضیه، 451 میلادی. پدران موافق این نظریه اومدن قدرت گرفتند و یه شورای دیگه ای رو تشکیل دادن به نام شورای کالسدون یا بعضی جاها قلسدون یا یه کلماتی مشابه اونم به کار بردن که فکر میکنم از واژگان عربی باشه. اومدن کالسدون رو ترتیب دادن و جمع شدن، گفتن نخیر، این نظریه که مسیح یک شخصه و 2 ذات داره، هایپوستاتیک یونیون، این نظریه درسته، یک اعتقاد مقدسه. روح القدس اونجا کلیسا رو اصلاح کرد. قبلا روح القدس اشتباه گفته بود، نعوذ بالله، به کلیسا تو کنستانتینوپل، شورای قسطنطنیه. بعد متوجه شده که نه، اشتباه کرده، اومده اشتباه خودش رو تصحیح کرده در سال 451 میلادی. حالا دوستان مسیحی که میگن پدران کلیسا رو روح القدس یعنی خدا انتخاب میکنه و کلیسا زیر نظر روح القدس و خدا و مسیحه، نمیدونم اینها رو میخوان چیکار کنن. یه جا گفتن کفره، یه جا همونو گفتن اعتقاد مقدسه. به هر حال این نظریه خلق شد تا بگن چطور مسیح میتونه خدا باشه در حالی که نواقصی داشت و چیزایی رو نمیدونست، کارایی نمیکرد و خدا رو پرستش میکرد. چطور خدا میتونه خدا رو پرستش کنه؟ اومدن این رو توجیه بکنن
چطور مسیح گریه و زاری میکرد؟ چطور مسیح از خدا تمنای کمک میکرد؟ چطور مسیح بر بالای صلیب اعتراض میکرد به خدا؟ چطور خدایی است که به خودش داره اعتراض میکنه؟ اصلا با کی داره حرف میزنه بر بالای صلیب؟ گفتن خب اینا باید درستش کنیم دیگه. اومدن در خلق این باورها و اعتقادنامه ها کلیسای مسیحی نمونه نداره، یعنی واقعا بی‌نظیرن در ایجاد توجیهات و توضیحات عوام پسندانه، خیلی بی‌نظیرن. اما یک ذره اگر کسی فکر بکنه، اندیشه بکنه، حقیقتا مسیحیت جایی در منطق و الهیات توحیدی دیگه نداره. متاسفانه هر چقدر هم دارن پیش میرن، اون غرق شدن در شرک و کفرشون رو بیشتر میکنن و قدر اسلام رو نمیدونن که واقعا اومده اینا رو نجات بده از شر این انحرافاتی که پدران کلیسا ایجاد کردن در مسیحیت. به هر حال خب من یک جمله رو میخوام از این مصوبه شورای کالسدون یا خلقدون یا هرچی که میگن، یک جمله رو براتون بخونم و فقط یک جمله از این مصوبه رو ببینید که چقدر مشکل داره این مصوبه در مورد هایپوستاتیک یونیون. میگه که اتحاد هایپوستاتیک اتحادی است که در دو طبیعت قابل تشخیص است. یعنی ما میتونیم اون رو در دو طبیعت مسیح ببینیم. دو طبیعت بدون اختلاط، یعنی مخلوط نمیشن. اینطور نیست که مثل شکر و آب بیان با هم دیگه مخلوط بشن بشه آب شیرین، دیگه شکر رو نشه اونجا دید و اون آب خالص هم نیست دیگه. یا مثلا آب شوری که نمک درش مخلوط شده، یا مخلوط های شیمیایی دیگه. نه اینطور نیست. در این حال که با هم اختلاط پیدا نمی کنن و تغییر هم پیدا نمی کنن. میگه بدون تغییر. اینطور نیست که چون مسیح خدا با مسیح انسانه این دوتا ذات بیان همدیگه رو عوض کنن. نه، مسیح انسان همون مسیح انسانه، مسیح خدا هم همون مسیح خداست، در کنار همن، در هماهنگی با همن، اما تغییر هم نمیدن همدیگر رو. حالا بدون تجزی شما اصلا نمیتونی بین اینها فاصله بندازی. خب نمیتونی بگی تا این حد مسیح خداست، از این نقطه، از این خط به اونور مسیح انسانه. میگه بدون تجزی، without division و بدون جدایی. اینا اصلا از هم دیگه جدا نمیشن. without separation. دقت کنید این چند تا کلمه چقدر مشکل سازه برای خود مسیحیت. اولا میگه که مخلوط نمیشن با هم دیگه. این دوتا با هم مخلوط نمیشن. خب موضوع مخلوط شدن و عدم تولید ماده سوم چطور میتونه در مورد یک شخصی که از دو ذات تشکیل شده و در عین حال یک شخصه از نظر منطقی صحت داشته باشه؟ شما چطور میتونید دو تا ماده رو داشته باشی در این حال که دو تا ماده است بگی یه ماده است؟ چطور انسان میتونه دو تا روح داشته باشه که این دو تا روح با هم مخلوط نشدن و در این حال اون یک انسانه؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ اصلا همچین چیزی در کجای بینش ادیان ابراهیمی، در کجای کتاب مقدس توضیح داده شده و گفته شده؟ یک باور من درآورده غیر کتاب مقدسی. بعد میگه که این دوتا عوض نمیشن. یعنی اینطور نیست که مسیح خدا تبدیل به مسیح انسان بشه یا مسیح انسان رو عوض کنه بکنه مسیح خدا، یا بالعکس مسیح انسان بیاد مسیح خدا رو عوض بکنه یا تغییر بده. نه، اینا اصلا به همدیگه تبدیل نمیشن، اینا بدون تغییرن. خب خود این یوحنا رو داره نفی میکنه. در یوحنا 1:14 ما خوندیم که میگه کلمه جسم گردید. یوحنا 1:14 میگه کلمه که همون عیسی مسیح خداست، اینا میگن همون عیسی خداست، پسر خداست، این کلمه شد انسان، جسم شد. در حالی که مصوبه شورای کالسدون میگه که اینا تغییر پیدا نمی کنن ابداً.
تغییر پیدا نمیکنن. خب اگه تغییر پیدا نمیکنن چطور کلمه شد جسم؟ پس نمیگه کلمه در کنار جسم اومد با جسم مخلوط شد، یا با، البته مخلوط هم که نمیشن، همراه با جسم یک نفر رو تشکیل داد. نه خیر، یوحنا 1:14 میگه که اصلا کلمه شد جسم و در میان ما زندگی کرد، میان ما ساکن شد. خب ما یوحنا 1:14 رو قبول کنیم که میگه عیسی مسیح همون عیسی خدا شد عیسی انسان، اون رو قبول کنیم، یا مصوبه شورای کالسدون رو که میگه اینها اصلا تغییر پیدا نمی کنن، هرگز کلمه جسم نمیشه، بر مبنای اون چه که شورای کالسدون داره به ما میگه که عیسی خدا امکان نداره بشه عیسی انسان. اینا کاملا غیر قابل تبدیل به هم هستن. اما یوحنا میگه نخیر، عیسی خدا تبدیل به عیسی انسان شد، کلمه جسم شد. بعد از طرف دیگه اینا غیر قابل تجزی و بدون جدایی ناپذیر هستند. لحظه اینا از هم دیگه جدا نمیشن، امکان نداره. خب این خودش مشکل داره. چطور اینا میتونن در کنار هم همیشه باشن و از هم دیگه جدا نشن ولی نتونن نواقص همدیگر رو برطرف بکنن؟ این چه اتحادیه؟ این چه اتحادیه که این عیسی خدا کوچکترین کمکی نتونست به عیسی انسان بکنه؟ چه درد عیسی انسان خورد و چه نفعی به عیسی خدا داشت اصلا این اتحاد برای هدفیه، برای کاریه. وقتی عیسی انسان این همه ضعف و نقص داشت و عیسی خدا نتونست، با اینکه با اونه، در کنار اونه، از اون جدا نمیشه، کوچکترین کمکی به اون بکنه، به گریه و زاریش کمک بکنه، به نقص در علمش کمک بکنه، به اعتراضش به خدا کمکی بکنه، آرامش بهش بده، وقتی هیچ کمکی به اون نمیتونه بکنه به چه دردش میخوره؟ اصلا برای چی اومده کنار اون؟ بعد مسیحی ها میگن خب اومده که زندگی رو تجربه کنه، زندگی انسانها رو تجربه بکنه و یاد بگیره، سختی های انسان رو ببینه، یاد بگیره. خب خود این نشون میده که اون عیسی خدا هم نقص داره. تازه خود عیسی خدا هم نقص داره، احتیاج به تجربه کردن داره، تجربه نداره، یه چیزی هست که نمیفهمه، نمیدونه، اومده اونا رو بفهمه، اومده انسانها رو درک کنه، بفهمه، تجربه کنه. خب این خدا خودش احتیاج داره به انسانها که به یاد بدن که ما چه تجربه ای داریم، سختی ها رو بیاد بچشه و بفهمه که چه مصیبتی به پا کرده، چه بدبختی برای انسان خلق کرده. واقعا مسئله است اینا در دنیای مسیحیت. چطور میتونن به اینا پاسخ بدن؟ چیکار دارن میکنن این الهی دانان مسیحی؟ بعد میگن که اومده بود خب بمیره، اومده بود که اون گناه ما رو، تاوان گناه ما رو پس بده و کفاره گناه ما بشه، اون بره قربانی بشه برای ما. خب این چه خداییه که اومده بمیره برای ما، قربانی ما بشه؟ تا به اینجا میرسن میگن نه، اینجا عیسی انسان مرد. خب جوابهای غیر ثابت و متلاطم دارن به سوال ها میدن. به یک سوال بسته به اینکه کجا اون سوال رو بپرسید جواب متفاوت میدن. اگر بگید اونجا که یوحنا میگه خدا فرزند خودش رو فرستاد، خدا انسان رو اونقدر دوست داشت که فرزند خودش رو فرستاد تا انسان رو نجات بده، فرزند یگانه خود رو، اونجا وقتی میپرسید که منظور از فرزند یگانه اینجا کیه، خواهند گفت عیسی خدا، چون فرزند خداست دیگه. ولی وقتی میگید که خب این عیسی خدا که اومده بود بمیره برای ما، بر بالای صلیب عیسی خدا مرد، چون قرار بود عیسی خدا بمیره دیگه، نه عیسی انسان. خدا عیسی انسان رو نفرستاده که، عیسی انسان از رحم یک مادر، یک زن متولد شده. اون ذات خدایی است که باید کیفر گناهان ما رو به خودش بگیره و فدیه بشه برای گناهان ما. اون ذات خدایی است که میتونه ما رو نجات بده، چون ذات انسانی که نمیتونه این کیفر رو ببینه طبق باورهای مسیحی. پس آیا بر بالای صلیب این ذات خدایی مرد، شکنجه شد و مرد، اونجا میمونن؟ میگن نه، اینجا عیسی انسان مرد، اینجا عیسی خدا از عیسی انسان جدا شد، رهاش کرد. خلاصه بسته به اینکه شما کجا سوال بپرسید جوابشون متفاوته. عدم ثبات در
باور به حتی تعاریف خودشون. جایی که میگه خدا انقدر دنیا رو دوست داشت که پسر یگانه خودش رو فرستاد، این در یوحنا فصل 3 بند 16 هست که مسیحی ها این رو تعبیر میکنن، میگن اینجا منظور اینه که خدا همون خدای پسر رو فرستاد که برای ما بمیره، برای ما قربانی بشه. تعبیر مسیحی ها این هستن. تا بهشون میگید آخه خدا چطور میتونه بمیره، اونجا متوجه اشتباهشون میشن، میگن نه اینجا منظور عیسی انسان مرد. وقتی میگید در اشعیا 10:40-28 میخونیم که خدا جاودان هست، خدا فرسوده نمیشه، اینجا مجبورن بگن که منظور از عیسی که بر بالای صلیب مرد اون عیسی انسان بود. یا در ارمیا 10:10 میخونیم که خدای زنده هست، خدا خدای زنده و پادشاه ابدی هست. مجبورن اینجا بگن که اونی که بر بالای صلیب مرد عیسی خدا نبود. من اتفاقا چند وقت پیش ادعاهای یک کشیشی رو نگاه میکردم، ظاهرا داشت بحث میکرد، گفتگو میکرد با یه نفر. یک سوالی از ایشون پرسیدن، خیلی جالب بود. من نمیدونم بگم خنده‌دار بود یا نبود، چون ظاهرا خنده‌دار بود. سوالی کردن از این مستمعین که آقا بر بالای صلیب چطور خدا مرد؟ این خدا مرد اون 3 روز رو دنیا چطور اداره میشد؟ این کشیش البته ادعا میکنه کشیشه، من نمیدونم اینا از کجا این مدارک رو گرفتن. ظاهرا کاغذ پاره است دیگه، یه جوری میگیرن میگن که ما کشیشیم، چون بعید میدونن یه کشیش همچین حرفی رو بزنه. ولی خب آدم شناخته شده ای هم هست، مناظره زیاد میکنه با مسلمونا. گفته که خب اون 3 روز رو خدای پدر نمرده بود که، روح القدس نمرده بود که، فقط خدای پسر مرده بود. اونم تازه مرگ خدای پسر اینطور نبود که مثلا نابود شده باشه، رفته بود مثلا یه کما مانندی یا مثلا به جهنمی فلانی. واقعا اینا نمیدونم میفهمن چی دارن میگن یا اینکه کجای کارن، من نمیدونم. یعنی اصلا قابل توضیح هم نیست اصلا آدم چطور اینا رو درک بکنه، چی دارن میگن اصلا. بعد مسئله بعدی این که خدای پدر که فقط خداست دیگه، روحه، انسان نیست. روح القدس هم همینطور، اونم فقط روحه، جسم نیست، انسان نیست. اما این خدای پسر مثل این که بزرگتر از هر دو ایناست، چون هم روحه هم جسمه، هم خدای پدره هم خدای پسره هم انسانه. شما وقتی میگید عیسی یعنی 2 تا ذات داره دیگه، هم خداییه هم انسانیه. خب این پس یه چیزی بیشتر از اون 2 تا خدای دیگه داره. خدای پسر برتر از خدای پدر و روح القدس. البته باید میگفتم عیسی مسیح برتر از خدای پدر و روح القدسه. چرا؟ چون 2 تا ذات داره. شما 2 تا ذات داشته باشی بیشتر داری یا یه ذات داشته باشی بیشتر داری؟ شما 2 نفر باشی بیشتری یا 1 نفر باشی بیشتر؟ یه چیز کاملا ساده ایه. شما یه چیزی داره این پسر عیسی مسیح، یه چیزی داره که پدر نداره و روح القدس هم نداره، و اون چیه؟ ذات انسانیه. خب کدوم یک از اینا برتره؟ اگر بگید نه این ذات انسانی باعث کمبود شده، اتفاقا باعث کمبود و مشکلاتی شده دیگه، رفته زجر کشیده فلان. خب اگه باعث شده که کمبود پیدا بکنه عیسی مسیح، در این صورت که کمتر از خدای پدر و روح القدسه، بازم نمیشه مساوی و برابر. بعد در حالی که حتی همین عهد جدید جاهای مختلف مسیح رو میگه آقا این انسان بود، مردی بود، میگه مردی بود که مأموریتش از طرف خدا بود و خدا به وسیله اون معجزه میکرد و شگفتی هایی نشون میداد، آیاتی رو نشون میداد. آیه قرآن این در اعمال 2:22 میگه ای موعظه پتروس، این البته نسبت دادم به موعظه پتروس در پنتیکاست. پنتیکاست میدونید دیگه، اون مسئله جریان نزول روح القدس بر جمعیت به اصطلاح مؤمنین که ایرادهایی داره این داستان، کاری ندارم. اونجا موعظه میگم پتروس بلند میشه یک موعظه ای میکنه. در بخشی از این موعظه میگه ای مردان اسرائیلی
به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود، مردی بود، در یونانی بهش میگن آندرا. آندراس یعنی آن مرد. آندرایی بود، مردی بود، یعنی انسان مذکری بود که مأموریتش از جانب خدا، نه اینکه خودش مأموریت خودش رو داشت، نه بابا، از جانب خدا مأموریت داشت. این مرد، این انسان مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی ها و نشانه هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید. یعنی این مأموریت مسیح، این مرد، این انسان، به وسیله معجزات و آیاتی که خدا به طریق اون نشون میداد به اثبات رسوند که آقا این پیامبر، این از طرف خداست، مأمور خداست، این شخص پیامبر خداست، این شخص آیت خداست، این شخص. چیزی که پتروس داره میگه و ما به این باور داریم. اما مسیحی ها این رو میخونن، ظاهرا متوجه نمیشن که اینجا پتروس میگه بابا این یک انسان بود، از طرف خدا مأمور بود برای هدایت بنی اسرائیل و اصلاح امور بنی اسرائیل و همینطور کارهای دیگه مثل بشارت به پیامبر بعد از خود که همه انبیا این کارو کردن. همه انبیا پیامبر بعد از خود رو معرفی کردن یا بشارت به اون رو دادن. این هم کاری بود که عیسی مسیح کرد و پتروس داره تو اعمال 2:22 میگه. تازه ببینید چقدر این شمعون وصی مسیح، خدا از مقربین خودش قرار بده ایشون رو، چقدر این بنده خدا زجر کشیده در میان مردم که به اینا بفهمونه که مأموریت حضرت مسیح چی بود و چقدر موعظه کرده که اینها رو نگه داشتن، این چندتا رو نگه داشتن در عهد جدید، چون خیلی از سخنرانی های مسیح و حواریون رو از بین بردن و حذفش کردن به احتمال بسیار زیاد. به هر حال این هم مسئله به اصطلاح دو ذاته بودن. یک موضوع دیگه من بگم، چند دقیقه فرصت داریم در همین حدود، در همین محدوده هایپوستاتیک یونیون. ببینید ما در انجیل یوحنا یه جاهایی داریم که روح القدس میگن، مسیحیان میگن روح راستی که همون روح القدسه که در حال که نیست، کاری ندارم. روح القدس میاد همه حقایق رو به عرض شود که شاگردان یاد میده، همه حقایق رو. در یوحنا مثلا 16-13 شما میتونید این رو بخونید که قرار روح راستی که میگن همون روح القدسه در حالی که نیست، روح راستی همون روح احمده. این رو در کتاب و مقالاتم ثابت کردم. میاد و همه حقایق رو به شاگردان یاد میده. خب الان سوال اینجاست که روح راستی که اگه میگید روح القدس قراره بیاد همه حقایق رو به شاگردان یاد بده، چرا نتونست به مسیح همه حقایق رو یاد بده؟ چرا نتونست به مسیح عیسی خدا همه حقایق رو بگه؟ چرا که اگه عیسی خدا میدونست به عیسی انسان هم یاد میداد دیگه. مگه عیسی انسان کمتر از این حواریونه؟ مگه عیسی انسان ارزشش کمتر از شمعون و یوحنا و غیره هست؟ چرا روح القدس قرار همه حقایق رو به حواریون، به شاگردان یاد بده اما به عیسی انسان یاد نمیده؟ داستانش چی هست؟ نشون میده که مشکلی در این نظریه ها و توجیهات مسیحی ها هست و اینها نمیخوان پیاده بشن از این چارپای انحرافات، از این عقاید انحرافی که هی هم دارن عمیق‌تر میکنن باورهای انحرافی خودشون رو، نمیخوان پیاده بشن. البته نه همشون، خیلی هاشون متوجه شدن، برگشتن. متاسفانه بیشترشون خدا ناباور شدن، بیشترشون پشت کردن به خدا، ولی بعضی هاشون فهمیدن، اومدن مسلمان شدن و به هر حال امیدواریم که بیاندیشند، امیدواریم که فکر کنن. واقعا اینا مطالبی که در کتاب خودشون هست. من تا حالا تو هیچ کدوم از این براهینی که آوردم و استدلال هایی که کردم خیلی خیلی به ندرت به قرآن استناد کردم، به عقاید خودمون استناد کردم، خیلی به ندرت.
مگر اینکه دیگه طرف از قرآن از من سند بخواد. بیشتر از کتاب خودشون ثابت کردیم که آقا این عقاید شما اشتباهه، کتاب خودتون رو نفی میکنه، شما داری مثل اینکه وارونه میخونی کتابت رو. به هر حال بحث تثلیث و الوهیت مسیح رو من به پایان میبرم اینجا. این البته سطح متوسطه هست. در سطح پیشرفته بحث الوهیت مسیح وسیع‌تر خواهد بود. اگه عمری باشه و بتونیم ادامه بدیم کلاس رو، همین مباحث تثلیث رو یه مقدار با شرح بیشتری دنبال خواهیم کرد. جلسه بعد میخوام در مورد جناب پولس یه صحبتایی بکنم، چون خیلی مهمه. البته بحث پولس خیلی خیلی مفصله، حتی مفصلتر از خود تثلیث و اصلا تاریخ مسیحیت رو شما میتونید با پولس مقایسه کنید. اونقدر بحث در مورد پولس مفصله. نمیدونم 10-15 جلسه من صحبت کردم در مورد پولس تو یکی کلاس. این رو فقط یه جلسه بعد، شاید 1-2 جلسه در مورد پولس من کلیگویی خواهم کرد، خلاصه گویی خواهم کرد و در دوره پیشرفته پولس رو ما بازتر خواهیم کرد انشاءالله. باور کنید گرچه بزرگان منتقدین مسیحی و حتی خود مسیحی ها گفتن که پولس سنگ بنای مسیحیت رو گذاشت، باور کنید پولس خودش نمیدونست که داره چیکار میکنه. پولس خودش نمیدونست که پدران کلیسا خواهند اومد و حرفای این رو منحرف خواهند کرد. خود پولس حرفای مسیح رو که نمیدونست چیه، اومد حرفای خودش رو به عنوان حرفای مسیح، تعلیمات مسیح به یونانی ها و رومی ها تحویل داد. خود حرفای پولس انحرافی به جای خود، پدران کلیسا اومدن حتی حرفای پولس رو هم عوض کردن، تفاسیری به اون اضافه کردن، تعابیری به اون اضافه کردن که پولس در خواب هم نمیدید این چیزها رو، که بیان کلیساها بیان اینقدر انحراف در انحراف ایجاد کنن در مسیحیت. پولس واقعا خواب این رو هم نمیدید، نمیتونست ببینه که پولس بگه مسیح بنده خداست، پولس بگه فقط خدا باید تسبیح گفته بشه، مسیحی‌ها بیان اون نقطه رو از اون وسط بردارن بگن اینجا پولس داره خود مسیح رو میگه باید تسبیح گفته بشه. پولس واقعا تصور چنین چیزی رو هم نمی‌کرد. در تمام نامه‌های پولس یک بار گفته نشده که مسیح خداست. یک بار. روح القدس که اصلا حرفی از روح القدس نزدم. چرا؟ یک چیزایی گفته، نه اینکه بگه روح القدس خداست. نمیدونم از روح القدس انرژی میگیریم، نیرو میگیریم، الهام میگیریم، از این حرفا زده. بیشتر گفته از خود مسیح دارم میگیرم. ولی هرگز نگفته مسیح خداست یا روح القدس خداست. اما اینا آوردن عبارات رو طوری تعبیر کردن که بگن پولس میگفته مسیح خداست. انشالله بحث پولس رو جلسه بعد ما شروع خواهیم کرد. ما فکر میکنم دیگه وقت نداریم. همه شما رو به خدا میسپارم. در پناه خدا باشید. اگر سوالی دارید در کانال در تلگرام بفرستید. یا علی.